ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 3، گفتار 78. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. ما به پیش حاکم در آمدیم. موافق سازشی که در بین ما بود، در خانه حاکم هر دویمان در رو بروی هم در دو طرف خانه نشستیم، چون که اگر هر دویمان در یک طرف می نشستیم، بالا نشستنی یکی از دیگری لازم می آمد که این را عزت نفس و شرف نسبی هیچ کداممان نمی برداشت. اما در وقت صحبت ناگاه چشمم افتاد که خویشتان آهستکک غیژیده از رو بروی من قریب یک وجب بالاتر رفته است. این کاری او به نفس من بسیار سخت رسید. من هم به فکر نقارگیری افتادم و آهسته غیژیده بالاتر رفته تخمینا یک وجب از رو بروی او بالا گذشتم. او هم در نوبت خود این کار را تکرار کرده باز یک وجب از رو بروی من بالاتر رفت. ما هر دو هم برای حفظ عزت نفس خود این کار را انادکارانه دوام دادیم. در آخر زانوی من رفته به زانوی حاکم رسید که دیگر من بالا رفته نمی توانستم. اما او باز غیژیده بالا رفته در گوشه پیشگاهی آن طرف خانه که خود نشسته بود جای گرفت و در نتیجه جای نشستی او از جای نشستی من به قدری جای نشستی یک آدم بالاتر و برابری جای نشستی حاکم شد. من به این حال طاقت نآورده به غضب آمدم و فریاد کردم: اوی صحرایی نوری کش، تو را کی راه داد که از من بالاتر و برابری حاکمی ولایت می نشینی؟ و حالان که تو خودت را خود سعید نام نهاده گشته ای که می داند عجب نیست که تو غلامزاده باشی. همین قدرش به من معلوم است که پدری تو دریدگر، پدری من یک عالمی کهنسالی مشهور می باشد. قطع نظر از دیگر فضیلت هایم خود همین فرق به تو راه نمی دهد که با من هم سفر و هم مجلس باشی. او سخنی مرا بریده مرا دشنامی صحراییانه داد. من از جا خیسته دویدم که او را از گریبانش گرفته از پیش حاکم برارم، اما او پیش دستی کرده از محاسن من از ریشم پیچانده گرفت. در حالتی که گریبانی او در یک دستی من و ریش من در یک دستی او بود، ما هر دو به سر و گردن همدیگر مشتکوبی را سر کردیم. حاکم به آدمان خود فرمود که ما را از هم جدا کرده از خانه از پیش او برارند. آدمان حاکم که اگر به آنها سله بیارید گفته فرمان دهد آنها کله را می آرند، ما را از هم جدا کرده هر دویمان را زده زده از حاکم خانه به کوچه برآورده پیش کردند. از بس که در پیش عامه مردم با هم دست به گریبان شده هم دیگر را دشنام دادن به شرف هر دویمان هم برمیخورد، ما خاموشانه از هم دور شده هر کداممان به سر خود راه بخارا را پیش گرفتیم. این بود سبب
جدا شدن ما از همدیگر. در سال 1896 در بخارا در گذری سری پولی روغنگران حاجی زاهد نام یک بای مدرسه‌چه بنا کرد. از آن مدرسه در قطار ملا بچه های بی حجره به برادرم یک حجره رسید. در خود همان سال شریک و دوستی من عبدالخلیل مخدوم از مدرسه کوکلتاش یک حجره خریده در آنجا استقامت کردن را به من تکلیف کرد. از بس که برادرم کلان سال بوده آدم شونده تر زندگانی کردنش لازم بود، من استقامت حجره مدرسه کوکلتاش را به او واگذاشته خودم در مدرسه حاجی زاهد در حجره‌ای که به سهم برادرم رسیده بود استقامت کردن را مناسب دیدم. قسمی 4 یادداشت‌ها از زمان استقامتم در مدرسه حاجی زاهد سر می شود. ما کمبغلانیم به هر گونه بهانه، از دستی زمانه هر تیری ستم را که همی گشت روانه، بودیم نشانه. هر ساعت و هر ثانیه آماده مردن، زولانه بگردن، زنجیر به پا، تیغ به سر، چوب به شانه، زندان کنخانه. آخر زی تنی ما، زی دلی ما، زی سری ما، هم از جگری ما، زد آتشی پرشعله پرشور زبانه، آشوب گرانه. زین آتشی پرشعله ما کهنه جهان سوخت، در باری شهان سوخت، هم قایده کهنه بیدادگرانه، گم شد زمیانه. قسمی 4. در شهر. مدرسه حاجی زاهد. در آخر قسم 3 یادداشت‌ها در سال 1896 در شهر بخارا در گذری سری پول روغنگران از طرف حاجی زاهد نام کسی یک مدرسه نو بنا یافته به آنجا کوچیدنم را یادآوری کرده بودم. این مدرسه همگی دارای 22 حجره بوده، طرف پیشش 2 آشیانه و 3 طرف دیگرش 1 آشیانه بود. دروازه این مدرسه از طرف جنوب بوده. در پیش دروازه صحنی تنگک هم داشت که در آن طرف صحن بعد از یک کوچه پیاده‌گرد رود شهر می گذشت. میان سرای، راهرو و مسجد این مدرسه هم تنگ بوده. در بالای اینها آشیانه دوم بنا یافته بود. در طرف شرق این مدرسه مدرسه حسین بای، در طرف شمالش حوری صاحبی مدرسه و در طرف غربش راهروی حوری صاحبی مدرسه واقع شده بود. حجره‌ای که من در وی استقامت می کردم بر بالای دروازه خانه مدرسه بنا شده بود.
دری در آمد این حجره از طرف درون بر راه روچه تنگ کشاده می شد که وی به بام شرقی مدرسه پیوسته از آنجا با زینه پایین فرامده می شد. در رو بروی آن در دری دیگری به طرف صحن کوچه و رود کشاده می شد. از بس که هر دو کناری رود درختان توت سبزیده بودند و در هر هفته یا 15 روز از رود آب می گذشت، باششگاه من در شرایط آن وقته بخارا منظره خوبی داشت. از بس که من تا آن وقت در شهر بخارا در جای پیشش درختناکی زندگانی نکرده بودم، آن حجره به نظرم خیلی دلچسب می نمود. درونی حجره خیلی تنگ بود. بعد از پایگاه کفشکن جایی نشست سر می شد که وی 4 کنجه‌ای برابر بوده، از کدام طرفش که یک آدمی بلند قامت دراز کشیده بخوابد، پایش یا به پایگاه و یا به دیوار می رسید. در میان جای این 4 کنجه جایی صندلی بوده، در هر کدامی 3 کاداک 3 طرف که به دیوارها و به دری طرفی کوچه می پیوست یک آدم به زور می نشست. اما در کاداکی پایانی که به پایگاه می پیوست و پشتش گشاده بود، آدم آسوده‌تر نشسته می توانست. در یک طرفی پایگاه خم یا کوزه آب می ایستاد و در طرفی دیگرش پیوسته به دیوار آتشدان بوده، دودکش موریش در مغز دیوار بود. از بس که دودکشی بین این حجره و حجره همسایه مشترک بود در روزهای شمال، در هر کدام آتشدان این حجره ها که آتش در گیرانده شود، دودش به حجره همسایه می گذشت. من در هر هفته یا 10 روز یک بار دم گرمی می پختم که وی هم اگر دیر ماند در 1 ساعت به انجام می رسید. اما همسایه حجره هم که یک قرغیز بود و برای پختن گوشت اسب کمش هر روز 3 ساعت آتش در می گیراند، حجره من در روزهای شمال همیشه وظیفه دودکشی حجره همسایه را ادا می کرد. برخلاف حجره های دیگر مدرسه های بخارا، حجره های این مدرسه جای دست و روشویی نداشت که در بام یا در روی حولی شست و شو کردن لازم می آمد. حجره من مانند حجره های دیگری این مدرسه تریزه نداشت. بنابراین دری درآمد را همیشه پوشانده ماندن در کار می شد و دری طرفی کوچه یک کاغذگیر داشت که پوشانده نمی شد و هرگاه که کشادن لازم شود آن کاغذگیر را از جایش گرفته و درون حجره ماندن راست می آمد و من هر وقت که از برگان پرچنگ و خاکی درختان لبی رود چشمان خود را آب دادن می خواستم همین طور می کردم. وسعت و طرز بینای حجره من نمونه بهترین حجره های این مدرسه بوده. بعضی حجره هایش که در گوشه ها واقع شده بودند از این هم تنگتر و حجره های آشیانه یک کمش همگی یک دره بودند که آدم هم روشنایی هم تنها از همان یک در می درآمد. این مدرسه وقف نداشت. صاحب مدرسه هر ماه به امام 20 تنگه و به مؤذن 10 تنگه دستی می داد. صاحب مدرسه صاحب مدرسه یکی از بایهای میانهاری بخارا بود. او آدمی قامت پست، قفس بدنی فربیهی ریش کلان بوده، تخمیناً 60 ساله می نمود. فرزند نداشت. ظاهراً این مدرسه را برای آن ساخته بود که بعد از مردنش یک قسمی مال و ملکش به نام خودش باقی ماند. بنابراین هرچند او این مدرسه را برای طلبگان وقف کرده باشد هم و از روی شریعت این بنا
از تصرف او تماماً برآمده باشد هم مالکیت خود را از اینجا برهم دادن نمی‌خواست. او به مؤذن تعیین کرده مانده بود که بعد از خفتن دروازه مدرسه را قفل زده مانده به طلبگان باشنده اینجا هم به بیگانگان هم به درا برا کردن راه ندهد. این ترتیبی سخت که در هیچ یک مدرسه بخارا نبود برای طلبگان دشواری می کرد، زیرا طلبگان در شبهای تحصیل برای درس تیار کنی و در شبهای تعطیل برای شب نشینی با طلبگان مدرسه های دیگر که آشناهایشان بودند به رفت و آمد کردن مجبور بودند. از بس که اکثری حجره های مدرسه های بخارا تنگ و طلبگان قشاق کرپباریشی بر زیاد نداشتند، بعد از درس تیار کنی یا شب نشینی هر طلبه مجبور بود که به حجره خود بازگشته رفته بخوابد. این سختگیری صاحب مدرسه باشندگان اینجا را از این آزادگردی عمومی طلبگان محروم کرده بود. یکی از ضرر دیدگان این سختگیری من بودم. من که در مدرسه بدلبیک در شبهای تعطیل به بزم می رفتم و یا به شب نشینی های شریکان اشتراک می کردن، در این مدرسه اینم تماما خانه نشین شده مانده بودم. از بس که حجره نشینان اینجا هر کدام از جای آمده بودند با آنها شناسایی و الفتی نداشتم. همسایه حجره من چنان که در بالا قید شد یک قرغیز بود که به من هیچ شناسایی نداشت. این قرغیز از قرغیزهای اوراتیپه بوده ملا تویچی نام داشت. او یک جوانی بلند قامتی زردی نروی تنکموی تنگ چشمی پرخشم بود. سن او از من تخمیناً 8-9 سال کلان بوده، در درس هم از من 4 سال پیشی داشت. من که از دود شوربای گوشتی اسپی او ملالت داشتم، شکل و شمایل او را هم نمی پسندیدم. بنابراین هیچ میل نداشتم که با او علاقه بندم. اما او یک روز با عادتی مدرسه حجره ام را تیق تیق کرده رخصت گرفته در آمده نشست و به هیچ مقدمه گپ را از مقصدش سر کرد. من از بین قرغیزهای دشتی به بخارا برای علم آموختن آمدم، نه مثل بعضی ها برای پلوخوری، گفت او. اما من در علم آموزی قوه‌ای درستی ندارم. برای آموزش من یاری دهنده‌ای در کار است. این وظیفه را یکی از شریکان خوشفهمم که وی هم اوراتیپگی بوده از تاجیکان است و در مدرسه رشید استقامت می کند به گردن خود گرفت. بنابراین مرا لازم است که هر شب بعد از خفتن پیش او رفته درس تیار کنم. اما این سختگیری صاحب مدرسه به کار من مانع شد. من 1 هفته باز از درس تیار کنی محروم ماندم. شما به من مصلحت دهید که چیکار کنم؟ من با مؤذن گپ میزنم، شاید به در برای شما مانع نشود، گفتم من. او خرسند شده زود از پیش من برآمده رفت و من هم موافق وعده خود مؤذن را دیده از خصوص او گپ زدم و التماس کردم که به طریق استثناء به او رخصت دهد که برای درس تیار کنیش رفته آمده تواند. اما مؤذن چنان که چشم داشتم التماس مرا رد کرد، چون که او یک جوانی میانکاری از خطیرچی یا از ضیاءالدین بوده تماما بی سواد بود. نه درس را می دانست و نه درس تیار کنی را. او فقط صاحب مدرسه را می دانست که از کجا باشد او را یافته آورده به او حجره داده، در مدرسهش به بدل 10 تنگه هم مؤذن کرده است هم فراش. و بالای این مانندی هیزم کفانی بر این کارهای سختی حولیش را هم به او می فرمود. چون مؤذن طلب مرا رد کرد، من برای قرغیز یک راه غیر قانونی یافته دادم که
آن بیچاره علم دوست از درس تیار کنیش نماند. این راه یک راهی خیلی آسان بود که پیشتر به خاطرم نرسیده بود، اما احوالی مسترانه ملا تویچی مرا مجبور کرد که به این کار فکر دوانم و یابم. بعد از یافت شدن آن راه به خودم هم چند وقت کار داد. چنان که در بالا قید کرده شد، مدرسه حاجی زاهید در پهلوی مدرسه حسین بای واقع شده بود. در گوشه غربی آن مدرسه در آشیانه دویم یک ملا بچه حصاری زندگی می کرد که او با من شریک درس و شناس بود. حجره او از طرف غرب یک دریچه داشت که بعد از بنا یافتن مدرسه حاجی زاهید در پهلوی مدرسه حسین بای و پیوسته به او بامی آشیانه یکم این مدرسه نام به دریچه حجره طلبه حصاری همروی شده مانده است. من از شریک درس خود از آن ملا بچه حصاری التماس کردم که رخصت دهد تا که قرغیز از درس تیار کنی آمده به مدرسه حسین بای در آمده، از آنجا به واسطه حجره او به بامی مدرسه حاجی زاهید گذشته به حجره خود درآید. حصاری با خرسندی راضی شد و ملا تویچی قرغیز هم به آن راه درس تیار کنی خود را دوام داد و در وقت ضرورت من هم شبانه از آن راه می آمدم یا می رفتم. اما مؤذن از کجا باشد فهمیده است که قرغیز با راهی مخفی رفت و آی دارد. در پی دستگیر کردن او افتاده، یک شب کمین گرفته در پنهانی نشسته از آن دریچه برآمدن او را نگران شده است. وقتی که ملا تویچی از دریچه گذشته بر روی بام نمایان شده است، مؤذن دوان رفته از گریبانش گرفته او را برای آنکه ترتیب صاحب مدرسه مقرر کرده را ویران کرده است دشنام داده است. آتش غضب قرغیز که همیشه از چهرهش نمایان بود با این کردار و گفتار مؤذن یک باره شعله‌ور شده است و با دو دست از میان او گرفته به هوا برداشته به دودکش یک حجره که از روی بام تخمیناً 1 متر بالا برداشته شده بود زده است. سختی ضربه را از همین قیاس کردن ممکن است که دودکشی از خشتی پخته با گچ ساخته شده با ضربه‌ای به خودش برخوردن بدن مؤذن از میانش شکسته پریده رفته است. من که هنوز نخوابیده بودم با شنیدن آوازی زد و خورد از حجره دوان برآمده و پیش جنگرگان رسیده رفتم که مؤذن مانندی موشی در چنگاری گربه افتاده در زیر پای قرغیز و زمین مالیش می‌خورد و قرغیز او را لگد کوبی کرده با زبان قرغیزی دشنام‌های قبیح می‌داد و مؤذن با زبان خودش خراس زنان توبه کردم گویان نالیش می‌کرد. طلبه حصاری که بعد از دست به گریبان شدن مؤذن و قرغیز از دریچه برآمده به بالای سر اینها رسیده آمده است با زبان تاجیکی آنها را نصیحت می‌داد و زور می‌زد که مؤذن را از چنگار قرغیز رهایی دهد، اما نمی‌توانست. من رسیده رفتنم همان از دست ملا تویچی گرفته او را از بالای مؤذن به دور کشیدم. اول او به کشاله کردن من اهمیت نداده به مالیش دادن مؤذن دوام کرد. من با آواز قطعی و تو گویان به او خطاب کردم: مگر تو دیوانه شده ای؟ سر ده او را، او به مردن رسیده است. قرغیز از بالای مؤذن پس آمد و به من تیغ کشیده نگاه کرده ایستاد و پس از آن به زمین توف کرده به گپ در آمد: در حقیقت هم من او را کشتن می‌خواستم، اما به خاطری تو موقتاً از خونش درگذشتم. لیکن سر ده که من او را توبه داده از وی قول گیرم، گفت او به من با خطابی تو. من راه می دهم، اما اول خودت به من قول ده که دیگر او را نمی زنی. گفتم با همان قطعیت اولی.
قول می دهم که به خاطری تو حاضر او را دیگر نمی زنم، گفت قرقیز. من دست او را سر دادم. او دوباره به سر مؤذن رفت و دستان خود را به پشت خود گردانده قدش را خم کرده قدری به مؤذن چشم دوخته ایستاد و پس از آن به او تقای قول گفته نام گرفته خطاب کرد. لبیک، گفت مؤذن با آوازی مگسی که به طور تارتنک درمانده باشد. اول اینکه این حادثه را به خوجینت نمیگویی، دوم اینکه به درآبرای من به مدرسه خلل نمیرسانی. اگر یکی از این شرطها را ویران کنی همان ساعت میکشمت، بعد از آن مرا هرچی کنند کردن گیرند. به خدا قسم که این حادثه را نه به بای نه به کسی دیگر نمیگویم، نه به درآبرای شما و نه به دیگران مانع نمی شوم، گفت مؤذن شرطهای قرقیز پیشنهاد کرده را 2 برابر زیاده نموده به گردن گرفت. این طور باشد، خیز به حجره درآ، گفت قرقیز به مؤذن. اما در مؤذن قوتی از جا جنبیدن نبود. هرچند برای خیستن کوشش کند هم نیم خیز می شد و تماما راست شده نمی توانست. قرقیز به او یاری داده از جا برخیزانده از بغلش گرفته برده به حجرهش در آورد و خودش هم به حجره خود در آمده در را بست. شریک درس من طلبه حصاری هم گوشت خر دندان سگ گفتند که تماما درست است گویان و خنده کنان از دریچه به حجره خود گذشت و من هم به حجره خود رفته در آمده در را بستم و در فکر خوابیدن افتادم. اما هنوز چشمم را گرمی نبرده بود که دری حجره‌ام تق تق شد. دوباره از جا خیسته چراغ را در گیرانده دری حجره را کشادم که به دری حجره میرزای بای کاتبش راست ایستاده است. مرحمت کنید، گویان او را به حجره در آوردم. او به پایگاه در آمده اما کفشهایش را نکشیده به لب جای نشست حجره نشست و کاری که به صلح در نیاید دیوانگی درو بیباید گفتند گویان به گپ در آمد. خوجه ما یک احمق درون سیاه است. تگی گپ در اینجاست که او از مدرسه بنا کردن خود پشیمان است، اما اکنون چاره‌ای ندارد که وقف نامه را ویران کرده مدرسه را به ملک خصوصی خود گرداند. ناچار مانند آن که آرزوی دوغ را در مهتاب می شکسته باشد طلبگان را تنگ کرده هر روز یک قاعده نو برآورده حاکمیت و مالکیت خود را به مدرسه معلوم کرده می ایستد. برای اصلاح او و اصلاح کارسلیسی او مؤذن که از او هم احمق تر است گپ تأثیر نمی کرد. برای اصلاح اینها دیوانگی در کار بود. این دیوانگی را نه من نه شما و نه دیگران نمی کردند. هرچی باشد خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته، این قرقیز دیوانه این دیوانگی را کرد. شما گفتار 78 رو از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.